بر پیامبر عبارت از این است که مسلمان به زبان قال و حال در تشهد اعلام می‌کند خود رسول الله نیز محتاج رحمت خدا و به این ترتیب عملا جمله مبارکه صلوات آبیاری کردن ریشه توحید است. درخت توحید را آبیاری می‌کند، کاری که در هیچ امتی صورت نگرفته. بنابراین تنها پیامبر اسلام است که 500 میلیون زن و مرد حداقل الان بر او درود بفرستند بدون اینکه کسی معمولی داشته باشد، مسائلی در کار باشد. بنابراین روابط روحی که رسول اکرم با پیروان خود دارد مسئله سالروز نیست، مسئله تولد مولود نیست. حتی سنت از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر داده است. و این مسئله از قدیم عنوان کردند که به نظر می‌رسد ریشه علمی و مذهبی ندارد. بعضی عوام از شدت علاقه و احساسات عامیانه نسبت به ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله خیال کردند که هر جا مولود می‌خواند موقعی که صحبت از تولد حضرت می‌شود روح مبارک پیامبر اونجا حاضر می‌شود. خب به نظر می‌رسد اینا اصولا نفهمیدند روح پیامبر یعنی چه. روح پرفتوح رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه در جایی که سنتش احیا شود حاضر است. در جبهه‌های جنگ روح پیامبر حاضر است. مجاهدین را یاری می‌کنند تا حق بر باطل پیروز شود. در مساجد روح رسول الله همیشه حاضر است. در جایی که از سنت او دفاع می‌شود. روح پیامبر یه موجود محدودی نیست که بپرد از اینجا به اونجا در مجالس مولود حاضر شود، بلکه همه جا بگیشه در جبهه‌ها. در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل روح رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر است. حالا برسیم به بحث این که هدف از این مولود چیست. اصولا ما در طول تاریخ اسلام وسایل تبلیغ را به هر نحوی که باشد وسایل زنده نگه داشتن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را مقدس و محترم می‌شماریم. از مهمترین وسایل احترام رسول الله صلی الله علیه و آله زنده نگه داشتن سنت را هستند. مجالس مولودی است که از 150 سال به این طرف به پیشنهاد علمای اسلام مقرر شده و امیدواریم تا ما هستیم نیز ادامه پیدا کنند و بعد از ما نیز مؤمنانی باشند که همین مجالس دونو برای ذکر و صلوات و بیان سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله ادامه دهند. حداقل 3 فایده مهم در این مجالس هست. صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله، ذکر خدا، یاد گرفتن قسمتی از سیرت رسول الله، زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله. حداقل این 3 مطلب مهم دینی وجود دارد که ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مجلس امیدواریم خداوند توفیق کردن که عملا در سایه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هست. هرچند برگزار کنندگان مولود با تاکید دارند این منظوری که میخوام عرض کنم ندارند، ولی من این تذکر را میدم تا این اشتباه نشه. اگر کسی تصور کند با برگزار کردن یک یا چند مجلس مولود یا با خواندن چند ختم قرآن، نه در مجلس مولود در جایی، یا با انجام دادن یک کاری ولو کار مهمی میتواند از خداوند برای بهشت بگیرد سعادتمند شوند به شفاعت رسول الله نائل آید. متاسفانه اشتباه کرده. مسئله خیلی مهمتر از آن است. خیلی مسئله مهمتره و غیر ممکنه کسی بتواند با یک عمل جزئی هرچند مهم باشد سعادت ابدی به دست آورد. اگر کسی توانست شرایطی که قرآن برای سعادتمند بودن در نظر بگیره تعریف کرده، اون شرایط را رعایت کند سعادتمند میشه. این بود قرآن در احتمالاً در سوره مومنون باید باشد. در اواخر سوره مومنون جزء 18 شرایط سعادتمند بودن، نشانه و علائم سعادتمند بودن را خیلی سریع و راست بیان کرده. آیات این طور است. خیلی فرمایید أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا یسارعون. بخاطر فرمایید خداوند در محکم تنزیل چه می‌فرماید؟ این آیات توسط روح الامین فرشته مخصوص وحی بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و زبان مبارک رسول الله کلمات وحی را چه معنی خدا می‌فرماید آیا افراد بشر فکر می‌کنند که این ثروت و فرزندان و نعمت‌های زیبا فریبنده دنیا را که اونها داده ایم به خاطر این است که اینها سعادتمند و خوشبخت و مقرب درگاه هستند می‌خواهیم زودتر به آنها بدهیم و بعدا هم بیشتر به آنها بدهیم؟ اینها شعور ندارند اگر چون فکر می‌کنند متوجه مسئله مهم آینده نیستند. والله یشعرون ادامه این کسانی که دارای 4 خصوصیت باشند اینها سعادتمند. کسانی که فقط از خدا بترسند، از کسی نه. ممکنه از کسی به من خدا میترسند، از بودم اگر کاری بنده میکنم، اگر زمین شریک است از تو میکنم، اگر قباله جعلی میکنم میکنم، اگر نماز صبح خورده میشود، اگر به ناموس مردم چشم خبر ندارد، اگر همه از او راضی هست، در این صورت از خدا میکنه. بخاطر اون از خدا علایمی دارد. خب برای کلمه زیبایی ما همه از خدا میدهیم، کسی نیست که بگوید من از خدا